سلام و درود دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین، در هر کجایی که هستین خوش و آرام و موفق باشین. خوش آمدید در یک ویدیوی دیگه. ما که اول کار ما ویدیو گرفتن نتونستم، امروز آشک جور کرده بودیم دیگه. برنج قرمه دور از دل چون دوستای عزیز ببینید اما تو خوشمزه آمده که امیال بعد از چند روز ما این ویدیو رو که میخوایم ادیت کنیم دلای ما میشه دیگه. دوستا بعد از خوردن آشک بیرون شدیم که بریم بیرون یا با هوای بیرون هم ببینین دوستای عزیز که خیلی خوشگل است. خیلی یک هوای مقبول، خیلی یک هوا مطر، نه گرم نه سرد، متوسط دیگه دوستای عزیز. دیگه دوستا ویدیوی آشک کوتاه بود، نتونستم روش زیاد گپ زده بتونم. اون روز که ما ویدیو رو گرفتم گپ نزده بودم روش، یکم تو کوتاه استوری گرفته بودم، باز تصمیم نداشتم که ویدیو در یوتیوب بگیرم. بعد از این که یک ویدیوی کوتاه گرفتم برای استوری، باز دیگه امروز که بودک دوستای عزیز یک روزی خاص بود که روزی مادر بود. اشت میگم ببخشید، 10 می بود، روز مادر بود دیگه. ما روز مادر گرفته بودیم، از خاطر از اول ندانستم ویدیو بگیرم، از کیک و از این چیزایش هم ندانستم ویدیو بگیرم، هیچ فکرم نشد به خاطر که من تصمیمی ویدیوی یوتیوب نداشتم، از خاطر ویدیو کامل نگرفتم دیگه. کمک ازم و وقتی که آشک نوشجان میکردیم ویدیو گرفتم دوستا دیگه. بعد از اینکه نان خوردیم دوستای عزیز، قصه کنم پیش شما، نان خوردیم، کیک توته کردیم، چای خوردیم همراه کیک دیگه. برآمدیم بیرون دیگه دوستا. بیرون برآمدیم دیدیم که خیلی یک آب و هوای مقبول، خیلی خوشگله بیرون. گفتم بیا باش که یک ویدیو بگیرم برای یوتیوب دیگه. از کم کم جایا ویدیو گرفتم دوستا به خاطر که خیلی بیرون خوشگل دیدم شد. گفتم یک ویدیو برای یوتیوب بگیرم، باز پست میکنم خیره هر وقت شد دیگه. امروز که ویدیو را ما رویش صدا گذاری میکنم، او زمان نشد که ما رویش گپ بزنم دوستا. این ویدیو را که شما میبینین من تازه رویش صدا گذاری کردم، بعد از ویدیو گرفتن صدا رویش گپ زدم دیگه. امروز به خاطر که روز مادر بود، نان مانه که خوردیم گفتیم بریم بیرون چکر دیگه. خانه میمان بود، یک کسی فامیلا آمده بود از برنامه خانه ما دیگه. یک از دوستا آمده بود ایشا، کل ما یک جای روز مادر را تجلیل کردیم دیگه. جای شما خالی، دور از دل شما دیگه. نان مانه خورده بیرون رفتیم بخیر دیگه. دوستا ببینید امی دشتای سرسبز چطور دل آدم چطور نمیشه که ویدیو بگیره میره امرای شما شریک کنه. از اون خاطر خیلی خوشگل بود، من گفتم امرای شما هم شریک کنم. شما هم یک حسی مثبتی، یک حسی انرژی که من داشتم احساس میکردم در بیرون که خیلی یک انرژی خوب میگرفتم از هوا و از سرسبزی و از مقبولی. گفت میره امی انرژی مثبت و امی انرژی خوب خوره همراه شما به اشتراک بذارم دوستا دیگه. اینطوری دیگه بریم دیگه. 3 موتر بودیم، دوستایم ده 1 موتر بود، فامیلیم ده 1 موتر بود، ما ده دیگه موتر بودیم دیگه. اونا از ما پیشتر رفته بود، ما از پشت از ما رفتیم در. اونا از ما پیشتر رفته بود خلاصه دیگه. دوستا گپ از این قراره که دل بی قراره دوستای عزیز لایک نمیکنین ویدیوهای مرا، هیچ مرا حمایت نمیکنین دیگه. ویدیویی که من آخرین ویدیویی که مانده بودم از 2 ماه قبل بود تقریبا، اگر اشتباه نگیم 2 ماه الی 1 ماه شاید شو از ویدیوی قبلی من دیگه. یادم نمونده، خیلی وقت بود دیگه. بعد از او که دیدم که بیننده نداره و هیچ کس لایک نمونه و هیچ نمیبینه، هیچ فالوورم بالا نمونه، باز گفتم که هیچ اما حال و احساس اما هوای ویدیویش در سر من نزد، ویدیویش نگرفتم. بعد از او
دیگه یه دشت ببینین دوستا. ما کمی دشت سرسبز ببینیم، من دلم میشه کمی چیق بزنم دم دشت بدوم دیگه. یه قدر که خوشترم دشت سرسبزی. همین تو کل جای دشت باشد، سرسبز باشد، درختی چیزا هم باشد، دورتر باشد و دشت نباشد، دور و بریم دشتی باشد دیگه. یه ابرم که پایان آمده بود، خیلی یک ویدیوی مقبول داشت دیگه. خلاصه بلدش مو بگم دیگه. میتر که بیننده هستین میبینین دیگه، مقبولی را شما میبینین، من میبینم دیگه. بعد از 2 روز که یه را میخوایم روش یه را ایدیت کنم، همه دلم شده که همی آب و هوا خیلی خوشگل دیدم شه بیرون برو بگه. شو نمو بودیم و رفتم بیرون، روز مو بودیم. خب حالا یه ویدیو رو که من ایدیت میکنم بلده شما مفهمین ساعت 11 بجه شب هستم. او زمان که یه ویدیو رو گرفتم تاریخ 10 می بود، حالا شب هسته تاریخ شده 12 می دیگه. اگر ما این را صبح اپلود کنم در یوتیوب شاید تاریخ 13 می باشد دیگه. دوستای عزیز همینطور بیننده باشین، برین شما را یک جایی خیلی خوشگل ببرم. خیلی یک جای دیدنی و مقبول است که با هم دیگه بریم ببینیم که کجا هسته دیگه. شما می رقم بیننده باشین، برین که ببینیم که ما کجا ماریم و شما را هم ببریم دیگه. همینطور که میبینین از سرک، همایش سرک ویدیو گرفتیم تا که بریم در جایی اصلی برسیم دیگه. در جایی که ما قرار داریم که بریم با هم دیگه، کلگی ما یک جای فامیلی ما دیگه. این دشتام که نو کشت کده بودن دیگه. سعی کنین وای 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 خیلی خوشگل است اینجا. خیلی جای خوشگله دوستا، خیلی دیدنی است دیگه. شما ببینین اینجا شیشه موتر مکم زره چی شده بود دیگه، لکه شده بود. باز شاورما گفت باشه پاک کنم که ویدیوی تو صحیح تر بیه دیگه. سر از مو قدر چطال نبود دیگه، خیلی کم لکه بود که اورم پاک کردیم دیگه. اینجا هم نزدیک کردیم دیگه، در جایی که میخواییم برسیم نزدیک کردیم. یک قدر که آب و هوا مقبول است، یک قدر که خوشگل است دوستا. دل من میشه که هی سعی کرده برم ویدیو را. این دشتارم دوستا کشت کرده بود، نمیفهم چی کشت کرده بود دیگه. از دور ما دیدیم، معمولا فکر کنیم جواری کشت میکنه دیگه. اینجا جواری زیاد است، شاید تازه جواری کشت کرده باشد دیگه. 100% خبر ندارم، اما رقم فکر مونم به خاطر که ترمای سال که میشه اینجا زیاد جواری، امی دشتا جواری داره. پارسال و پیرارسال که جواری داشت، امسال نمیفهم دیگه که چی کشت کرده بودن دیگه. اینجا هم دوستا رسیدیم. بخشش باشه دوستای عزیز، یک ذره فاجعه گرفت به خاطر که وقت شب خواب آمده. بعد از اینکه ویدیو رو جور کردم دیگه بخیر استراحت میشونیم دیگه. کم کم نزدیک میشونیم در جایی که یعنی در جایی که میخواییم دیگه. رسیدیم. اینجا تیکت گرفتیم، اینجا تیکت گرفتیم که باش داخل بریم دیگه. بدون تیکت نمیماندن که بریم. سعی کنین به خدای این ابرها خیلی خوشگل کرده هوا را دیگه. بیننده باشین دوستای عزیز، برین که بریم دشتا را سعی کنین. اونجا که پایین جیدیم دوستا، ما باز یک چند رو باید پیدا ما رفتیم. 5 دقیقه رو زیاد نه، 5 دقیقه رو باید پیدا ما رفتیم تا که در جایی که ما میخواستیم بریم برسیم دیگه. جایی که ما میخواستیم بریم دوستا، مقصد چیزی که ما فکر کرده بودیم به اون اندازه نبود دیگه.
خاطر که ما چیز دیگه فکر کرده بودیم ولی اونجا رسیدیم که چیز دیگه هسته. دیگه بازم قشنگ بود، مقبول بود، خوش آمد، خوش گذشت. چکر زدیم و گشتیم، عکس گرفتیم. دیگه امی ابرا که پایین میه نیمه ابری میشونه، خیلی خوش میه. از آب و هوا خیلی دوست دارم. این دیگه یک گلکای زرد ببینین. دیگه اما تو روان هستیم دوستا که بریم در جای اصلی برسیم. شکر در لب جانان چه شیرین مزه داره، میفارد نمیفاره چشمینم شوری داره، عشق بچه ی سرمست به شبنم زوری داره. یا بزن دو تاریک و کل داره، شاید نغمه دو تاره سیری دل ما براره. چای مغرور به حالم کرده کاره، ببوسم به بهانه با یک شور و شراره، شکر در لب جانان چه شیرین مزه داره، میفارد نمیفاره چشمینم شوری داره، عشق بچه ی سرمست به شبنم زوری داره. دیگه دوستای عزیز دمو جایی که میخواستیم رسیدیم. اینا گلا را سعی کنین، قدر خوشبوی بودن و گلا. دیگه یعنی هم جایی که میخواستیم برویم رسیدیم. اینجا قبلا گل لاله بود دوستا، اما این دفعه که رفتیم اینی رقم گلکا بود. از این پیش گل لاله بود، فکر کنم فصل گل لاله تمام شده بود. ما در فصل اینجا چند فصل گل میه، گل لاله میه، از این گلکا میه، نمیفهم دیگه چی گل میه. مقصد فصل اینجا گل کشت میکنه. باز گل لاله تمام شده بود دیگه در وقتی ما رفتیم که این گلا بودن. دیگه بازم گلای مقبول بود، خیلی خوشگل بود، خیلی مقبول بود. دیگه ما شوق داشتیم که گل لاله رو بگیریم ویدیو، ولی تمام شده بود متاسفانه که وقت چی تیر شده بود دیگه وقتی گل لاله کشت باشه یعنی دشت خوندشت رقم گل لاله زرد، سرخ، سفید. دیگه اینجا بر آمدیم دوستا از داخلی گل. از اون جایی که ما رفتیم بر آمدیم. اینه ما یک دسته گل هم بلده مدت دیگه حالی موریم در او طرف خانه. دیگه یم طرف خانه موریم دیگه برگشتیم. بعد از 2 ساعت تقریبا اونجا بودیم. بعد از 2 ساعت دیگه بر شدیم بیرون. یک دسته گلم بلده مدت هر نفری دیگه موریم طرف خانه. دیگه دوستای ما هم رفت قد خانه خور کس، ما آمدیم قد خانه خو. دیگه شو شده بود دیگه. شو هم نشده بود، البته هفته بود. مقصد کانادا که هست تا چند بجه تا 9 بجه یا 8 بجه شوه، اگر دروغ نشونم هفته وسته دیگه. خلو از این بابات روزا دراز میشونه دیگه، هفته زیاد میشونه. اینه تا 11 بجه شوه هفته و کانادا دیگه، تا 10-11 شوه دیگه. دیگه این هم راه برگشت طرف خانه. دوستای عزیز بیننده باشین، بریم طرف خانه. شکر در لب جانان چه شیرین مزه داره، میفارد نمیفاره چشمینم شوری داره، عشق بچه ی سرمست به شبنم زوری داره. یا بزن دو تاریک و کل داره، شاید نغمه دو تاره سیری دل ما براره.
دیگه دوستان ما نزدیک شدیم در خانه که بریم بخیر خانه. سعی کنین این روز چقدر مقبول غروب میکنه کم کم. دیگه ما همهش از روز ویدیو گرفتیم و از دشت و سرک. دیگه امیدوارم که پسند کنید، خوش کنید و بیننده باشین، ببینید ویدیو را. دیگه تشکر از اینکه تا این دم همراه ما بودین، ویدیوی ما را سعی کردین. دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب یاد چمون نره. خدا نگهدار.